کاکای محترم من لنگی خوره کشید سر آدم تاثیر میکنه. حالا تروالا او روز 62 دانه راکت در کابل افتید، 62 راکت، 18 نفر کشته و 105 نفر زخمی. شما خواهید دفعه برنده می شفاخانه ها ببینید. خودت سرت برای من لوچ کردی، من سر خود پیشکی لوچ بکنم. شما باور بکنین عید آمد و شما خبر دارین من در هر عید به شفاخانه ها میرم. نتونستم جرأت کنم در عید در شفاخانه داخل شم. نماینده های خود روان کردم برشان، توفه ها روان کردم، ولی اون توفه و اون نماینده جای و فرزندش که از دست داده او رو گرفته میتونه. اگر همونجا چادر خود پشت سر پرته کاکای محترم و بگوی که سر خود لوچ کردیم چاره مرا بکن، چی جواب برش بتون؟ باز بگوی می فیر انور خان جنگر از اونجا میکنه؟ خدای ناخواسته شما را بدنام بسازم، بگوی مردم شمالی کار انجام میده؟ بگویم ایره خانه خان انجام میده و ما مسئولیت بداریم. چی جواب بتون بگو برای من؟ از خجالت و شرم رفتن نتانستیم برشان.